بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت همکاران عزیز. در خدمتتون هستم برای معرفی بورد همکاری کمپرسور اینورتر به معمولی برند رودیپ. قسمت‌های مختلف این بورد رو خدمتتون توضیح میدم. 3 تا سوکت روی بوردمون تعبیه شده. سوکت اول سوکت سفید 2 سیم ماست که با رنگ‌های قرمز و مشکی مشخصه. این سوکت جهت تامین برق 12 ولت بورد همکار است. این سوکت بایستی به یه برق 12 ولت پایدار متصل بشه و حتما دقت بکنید که این برق پایدار باشه. از قسمت‌های فرمان نباید استفاده بشه مثل فن که گاهن قطع میشه. پس به یه برق 12 ولت پایدار این سوکت رو وصل میکنید. دقت بکنید که سیم قرمز به مثبت 12 و سیم مشکی به GND یا منفی وصل بشه. اگر اینا رو جابجا وصل بکنید بورد کار نمیکنه. پس به این نکته دقت بکنید. سوکت بعدی سوکت 4 سیم سفید ماست که 4 تا سیم بهش وصل شده برای حالتهای مختلف سیگناله. این سوکت سیگناله. خب کنار این سوکت، کنار این سیم ها ما یه توضیحاتی روی این بورد حک کردیم. برای مواقعی که کمپرسور ما امبراکوی برزیله یا محصول ما محصول آمریکاییه یا حتی هایر، برای این مواقع سوکت مین بورد به بورد اینورتر ما سوکت سیگنالش های ولتاژه. برای این مواقع بایستی اون 2 سیم رو به قسمت سیگنال 220 ولت ما وصل بکنید. یعنی این 2 تا سیم رو به اون سیمای مین بورد به اینورتر متصل میکنید. برای مواقعی که محصول ما مثل LG، سامسونگ، اسنوا، دیو سوکت مین بورد به بورد اینورتر ما سیم RPM داشته باشه، فقط کافیه که این سیم قرمز رنگ که در اینجا رنگش قرمزه و کنارش هک شده فن مثبت یا RPM، پس این سیم قرمز ما سیم RPM ماست. اگر بورد اصلی به بورد اینورتر ما سیم RPM داشته باشه، فقط کافیه این سیم قرمز رو به اون متصل بکنید و دیگه این 3 تا سیم رو ما کاری باهاش نداریم، قیچی میکنیم. حالا برای مواقعی که چون این بورد همه کار است و برای همه مدل ها و برای همه برندها قابل استفاده هست، برای مواقعی که شما خواستین کمپرسورتون رو از طریق 220 ولت فن کندانسور، یعنی فرض بگیرید که فن کندانسور شما 220 ولته و میخواهید کمپرسورتون رو از اون طریق راه اندازی بکنید، پس کافیه که این 2 سیم زرد و سفید ما که کنارش 220 ولت هک شده رو وصل کنید به 2 سیم فن کندانسور 220 ولتتون. یا اگر فن کندانسورتون 12 ولت و شما میخواهید کمپرسورتون رو از طریق اون 12 ولت راه اندازی بکنید، این 2 تا سیم سفید و زرد رو میذارید کنار و اون 12 ولت فن کندانسورتون رو به این 2 سیم قرمز و مشکی متصل میکنید. بازم باید دقت بکنید طبیعتاً که قرمز به مثبت و مشکی به منفی فن ما متصل باشه. سوکت آخر سوکت فاز ماست. کافیه که یک فاز ورودی به این بورد متصل بکنید و فاز خروجی کمپرسورتون رو از این طریق تامین بکنید. حتما باید دقت بکنید که نول کمپرسور از این بورد عبور نمیکنه، فقط ما فاز رو به این وصل میکنیم. نول رو باید از یک منبع دیگه‌ای تامین بکنید. 2 تا LED روی این بورد تعبیه شده، یک LED قرمز و یک LED آبی. به محضی که شما برق 12 ولت این بورد رو تامین بکنید، چراغ قرمز رنگ ما روشن میشه. اگر سوکت سیگنال متصل بوده باشه و سیگنال به بورد همکاری ما برسه، چراغ آبی رنگ چشمک میزنه. پس از چند ثانیه که این بورد مطمئن شد این سیگنال نویز نباشه و سیگنال ثابت باشه، چراغ قرمز خاموش میشه و چراغ آبی رنگ ما ثابت میشه و رله وصل میشه و فاز خروجی به کمپرسور متصل میشه. من به صورت مختصر و مفید یه توضیح دیگه ای میدم. روی این بورد ما 3 تا سوکت تعبیه شده، یه سوکت 2 سیمه، یه سوکت 4 سیم و یه سوکت آبی رنگه که برای ورودی فاز به بورد همه کارمون و خروجی فاز به کمپرسور. خب گفتم بهتون که این سوکت 2 سیم قرمز و مشکی ما برای تامین برق بورد همه کارمونه، از یک منبع 12 ولت پایدار بایستی تامین بشه. دقت بکنید که مثبت به سیم قرمز و منفی یا GND به سیم مشکیمون متصل باشه.
سوکت 4 سیم ما برای حالتهای مختلف سوکت سیگنال ماست که برای حالتهای مختلف تعبیه شده. اگر سوکت سیگنال مین بورد به بورد اینورترتون های ولتاژ بود، مثال زدم خدمتتون، مثل کمپرسورهای امبراکو، مثل محصولات آمریکایی، مثل هایر، اگر سوکت مین بورد به بورد اینورترتون سوکت های ولتاژ بود، بایستی که شما اون دو سیم رو به سیم‌های زرد و سفید روی این سوکت سیگنال متصل بکنید و کاری دیگه به این دو تا سیم پایینی ندارید، یعنی قرمز و مشکی پایین دیگه کاری ندارید. کنار این سوکت یه سری توضیحات هم حک شده جهت راهنمایی شما. پس اگر سوکت مین بورد و بورد اینورتر شما های ولتاژ بود، شما با این دو تا سیم کار دارید. اگر سوکت سیگنال مین بورد به بورد اینورتر شما RPM بود، کاری دیگه به این سیم فقط به این سیم قرمز رنگ شما متصل میکنید. و برای حالتهایی که شما خواستید کمپرسورتون رو از طریق فن راه اندازی بکنید، اگر فن 220 ولت بود باز به این دو سیم سفید و زرد، اگر فن 12 ولت بود به این دو سیم قرمز و مشکی سوکت سیگنال بایستی متصل بکنید. سوکت آبی رنگ جهت فاز ورودی به بورد همه کاره و خروجی به کمپرسور معمولی. LED قرمز رنگ به محضی که شما برق این بورد رو تعمین بکنید، LED قرمز رنگ ما روشن میشه و به محضی که سیگنال دریافت بکنه چراغ آبی رنگ چشمک میزنه. اگر بعد از چند ثانیه این سیگنال ثابت بود، نویز نبود، چراغ آبی رنگ ثابت میشه، چراغ قرمز خاموش میشه، رل متصل میشه و فاز به کمپرسور متصل میشه. نول کمپرسور هم که گفتم از یک منبع دیگه ای تامین میکنید و کمپرسور راه اندازی میشه. این بورد برای همه موارد، برای همه محصولات طراحی شده. اگر مورد خاصی بودین که با این سوکت که با این موارد گفته شده کمپرسورتون راه اندازی نشد، حتما به بخش پشتیبانی اطلاع بدین که راهکاری تعبیه میشه جهت راه اندازی اون مدل کمپرسورها. یه نکته دیگه که خدمتتون بایستی عرض بکنم، در محصولات ژاپنی که از برق 110 ولت برای راه اندازیشون استفاده میشه، اگر کمپرسور ایراد داشته باشه و شما بخواید با یک کمپرسور 220 ولت تعویضش بکنید، باز هم از این بورد میتونید برای موارد استفاده بکنید. به این صورت که این دو سیم های ولتاژ سوکت سیگنالمون رو به اون دو سیم ورودی کمپرسور یا به اون دو سیم 110 ولتی که به کمپرسور سوخته قبلی وارد شده متصل میکنید و برای نول کمپرسور از قسمت برق شهر یک نول به کمپرسورتون متصل میکنید و فاز برق شهر رو به این سوکت آبی رنگ ما متصل میکنید. بعد از اینکه این بورد سیگنال رو دریافت کرد، فاز خروجی کمپرسور از طریق همین سیگنال به کمپرسور متصل میشه و برقش تامین میشه.